بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از میکنم خدمت همه شما خوبان و همچنین بیننده‌های عزیز. خب طوری که در جریان هستین، سرمربی محترم تیم ملی فوتسال افغانستان موقت فنیشان قریب انشالله تا هفته آینده به خاطر امضای قرارداد رسمی و قراردادهایشان به کابل تشریف میارن. خب پلانی که از قبل داشتیم در این مدت زمان که به مدت 35 روز ما برنامه انتخابی و همچنین کمپ تمرینی را برای تیمای ملی A و B که قبلا خدمت شما اعلام کردم که ایجاد از ترکیب تیمای ملی A و B که تیم B پشتوانه تیمای ملی و یا در بعض تورنمنت ها و در بعض سفرهای که دوستانه هستند با تیمای مناسب تر ما میتونیم از تیم ملی B استفاده کنیم. خب که برنامه برگزار خواهد شد. خب ما یک لیست را با کمک مربی‌ها و همچنین کمک مربی‌های عزیز تدارک دیدیم که این لیست را انشالله به خوانش میگیرم و این لیست عبارت است از بازیکنایی که در داخل کشور و همچنین در خارج از کشور و یا شهرهای مختلف در داخل افغانستان و در کشور ایران خصوصا هست. خب ما سعی کردیم بهترین ها و اونایی که مربی ها نظر مثبت دربارشان دادن و در این انتخابی و یا در این تمرینات دعوتشان کنیم که حالا شاید در این لیست بازیکنایی که باشن خودشان مستعد میبینن و یا در این لیست نیست. خب ما انتخابی دیگه هم داریم چون امسال سال انتخاب بازیکن است و همچنین بازی های دوستانه تا ترکیب های اصلی به خاطر مسابقه جام ملت‌ها و همچنین مقدماتی جام ملت‌ها به دست کادر فنی تیم ملی بیاید. خب انتخابی با مدت 35 روز در شهر کابل و ولایات افغانستان که احتمال داره یک دو شهر در داخل افغانستان این کمپ انتقال پیدا کنه به خاطر مردم و همچنین به خاطر تنوع تمرینی. خب من لیست میخورم، شاید در این لیست کسایی باشه که خودشان شاید خبر نداشته باشه و اولین بار است میبینن و حتی شاید یک دو سه بازیکنی هست که شاید اسم شما بگویم و فعلا اینترنت نداشته باشن یا در دسترس نباشن که باز از طریق مربیایشان و از طریق همون مسیری که ما بر انتخابی از رفتیم انشالله اطلاق برشان صورت میگیره تا در این کمپ تمرینی که انشالله قریب به زودی یعنی در حدود بعد از آمدن مربی و دو سه روز طی مراحل پروسه کاری در کابل انشالله برگزار میگرده که تاریخ